میدونی امام حسین داماد ما بوده، ما زرتشتی هستیم، امام حسین هم دامادمون بوده، عزیزش میدونیم. بله اعتقاد داریم، ما زرتشتی هستیم ولی اعتقاد داریم. یک فرد زرتشتی سعی میکنه حتی به پابوس حضرت امام رضا در مشهد مقدس بالاخره در طول عمرش حداقل یکی دو بار رو به پابوسش بره و احترام بگذاره. به مشهد میرن، به زیارت امام رضا میرن، به مشهد هم میرن. درسته. اینکه زیارت امام رضا مشهد میرن، این دلیلش فکر می‌کنید چی باشه؟ شاید باز به این که امام رضا از بطن دختر شاه یزدگرد و یک نسب ایرانی داره، یک نسب عرب داره. درسته. و اینکه اونجا هم میرن برای زیارت اون امام، برای زیارت، به عنوان زیارت. بله بله، به عنوان زیارت میرن و شفا هم مثلا یا خواسته هاشون دیگه اینشو من نمیدونم چون خودم اینطور وضعیتی برام پیش نیومده، ولی حتما شفا پیدا میکنم. به مشهد سلام و به مشهد درود، سراریم در بارگاهش فرود. بر این خاک نور خدا تافته، رهی تا در کبریا یافته. ز دوران دیرین و عهد کهن، چون نور است در چشم مام وطن. بود شهری آباد در روزگار، امام رضا خفته در این دیار. هر آن کس برش برد دست نیاز، از این در نگردید نومید باز. غریبی که با هر دلی آشناست، چو آیینه پاک ذات خداست. شفا بخش درمانده دردمند، پناه پناهنده مستمند. امام به حق خسرو چاره ساز، نهد بر درش خلق روی نیاز. بسی شهریاران نام آفرین نهادند بر خاک پاکش جبین.